به قسمت فارسی تنیس فور اوریوان خوش آمدید. این ویدیو فقط مخصوص مربیای عزیزمون هستش. من یه نکته‌ای که در مربیای حرفه‌ای می‌بینم این هستش که اینها از فیدینگ خودشون، که فیدینگ همون موقعی هستش که هر بار یه مربی آغازگر ضربه به بازیکن خودش هست، اینا از این فیدینگ به حالت یکی از هنرهای مربیگری استفاده میکنن و اون نحوه فیدینگ اینها با توپ میتونن باهاش نکات تکنیکی و تاکتیکی و حتی استراتژی رو به بازیکن خودشون آموزش بدن. به طور مثال زبان بدن. ببینید یه مربی خوب و حرفه‌ای هیچ موقع نمیاد از وسط زمین در تمام موقعیت تنیس همینطوری به بازیکن خودش ضربه بزنه. یه مربی خوب میادش وقتی که از زبان بدن استفاده میکنه، مثلا میخواد ضربه رو بزنه زانوشو خم میکنه بدین شکل، یا مثلا به بازیکنش وقتی داره یاد میده که اتمام ضربه رو شونه داشته باشه، هر موقع که میخواد فید بکنه بدین شکل خودش هم به بازیکنش نشون میده. یا وقتی میخواد به بازیکنش چرخش توپ رو نشون بده، هر سری که میخواد فید بکنه میاد به این حالت ضربه رو خودش نشون میده که چجوریه. و اینا در واقع بعضی وقت اصلا حرف نمیزنن، ولی این زبان بدن مربی هستش که به بازیکن خودش داره آموزش میده. نکته دوم این هستش که از کجای زمین بیام فید بکنم، از کجای زمین آغازگر یه مربی بعد از کجا بیادش به بازیکن خودش توپو ضربه بزنه. ببینید اگه حالت رلی هست، یه مربی میره ته زمین از اینجا مثلا میخواد ضربه بزنه، یا مثلا اگه میخواد به بازیکن خودش یاد بده که پاسینگ شات به چجوری بزنه، بعد این مربی هستش که بعد بره نزدیک تور وایسه. بعضی وقت من میبینم یه مربی همه چی رو میخواد همین حالت بزنه، با یه سرعت بزنه. نه، پس بعد ببینید که بستگی به اون تاکتیکی و تکنیکی که میخوان یاد بدی، از کجای زمین میخواین ضربه بزنید. نکته سوم این هستش که اصلا توپو با چه سرعتی بهش ضربه بزنه. ببینید وقتی یه مربی مثلا داره آموزش میده به بازیکنش که بازیکن ضربه ترن راند داشته باشه، امتیاز برگردونه، اون بازیکن در حالت دفاعی یاد بگیره چجوری از دفاع به حمله تغییر به توپ ضربه بزنه، این مربی باید دیگه تا میتونه توپو محکم بزنه به بازیکنش، باید زانو رو خم بکنه و محکم بزنه و از این هنر مربیگری، از این فیدینگ استفاده بکنه. و امیدوارم که این ویدیو برای مربی عزیزمون مورد استفاده قرار بگیره. خوب و شاد و سلامت باشید.